آقای ماجری در مورد نظرتون در مورد پایداریچی‌ها چیه؟ وقتی میگم پایداریچی‌ها منظورم حزبی به نام جبهه پایداری نیست. پایداریچی یک صفت شده. مثلا هر آدمی که حرف منطقی نمیزنه، حرف حساب تو گوشش نمیره، وقتی میخواد تصمیم بگیره حتما فکر میکنه باید یه چماق هم همراه تصمیمش باشه، آدم ها من پایداریچی هم. حالا یک صفت. بزرگترین مانع وحدت در کشور این تفکره، یعنی پایداریچی یک تفکر آدم نیست. خب این که عرض کردم وقتی میگم پایداریچی منظورم آقای صادق محسودی به عنوان صاحب حزب جبهه پایداری نیست، بلکه یک تفکر. حالا بعضی از دوستانی که تو جبهه پایداری هم هستن پایداریچی هم، بعضیشون هم به خورده آدمای عاقل‌تری ان، منطقی‌ترن، ولی معمولاً یه ویژگی خیلی شاخصی دارن، اونی که وقتی همه کوکا میخورن اونا کانادا میخورن. وقتی همه یه حرف عام میزنن اینا حتما دوست دارن یه چیزی بگن که خلاف بقیه باشه. این خلاف آمد رفتار کردن و خلاف آمد حرف زدن یه عادت براشون و همین هم باعث میشه که اونها بولد بشن، برجسته بشن توی عالم رسانه. هیچ هم نگران نیستن که حرفشون غیر منطقی باشه. هیچ هم نگران نیستن که از نگاه جامعه و افکار عمومی حرفاشون بی ارزش باشه و مشتری نداشته باشه. میخوان باشن، همینطور حضور داشته باشن تو فضا. اینا توی دولت‌های مختلف بودن، توی مجلس‌های مختلف بودن، توی فضای سیاسی هستن. صفت پایداریچی تو اصلاح طلبام داریم، یعنی خیلی منحصر به جریان اصولگرا نیست. این آدم بی منطقه این تیپی توی جریان اصلاح طلبم هست و من امیدوارم که در کشور واقعا یه وقتی تصمیم گرفته بشه، نه اینکه اینا حذف بشن، واقعا حذف اینا خطرناکه. اتفاقا اینا برای جوری جنس تو جامعه خوبن و باید هم حضور داشته باشن، اما اینکه یک بخشی از حاکمیت این افراد رو به عنوان وسیله برای رسیدن به مقاصدش استفاده بکنه، اون خطرناکه. اینا اگر به خودشون باشن، زندگی خودشونو بکنن، زندگی سیاسیشونو، تأمین مالی حزبشون دست خودشون باشه، نه اینکه شما بیایی از یه بخشی از بیت المال به اینا تزریق بکنی. اگر واقعا زندگی سالمی داشته باشن، مثل خیلی از کشورهای دنیا که تندروهاشون هم حضور دارن، حرف میزنن، رسانه دارن، ولی جز با رأی مردم منشأ اثر نمیشن.